با درود. من معمولاً وارد بازی‌های سیاسی اجتماعی بعضی از افراد که سعی می‌کنن با این بازی‌ها یا حواس مردم رو پرت کنند یا اینکه به هر حال به نوعی از یک سری بازی‌های از پیش تعیین شده که بعد از انقلاب ما زیاد باش آشنا شدیم و تجربه داریم. قبل از اون اگر این تجربه رو داشتیم انقلاب نمیشد. الان دیگه ما این بازی‌ها رو میشناسیم، مخصوصا در این 5-6 سال اخیر که فضای مدیا و اینترنت تو دست تقریبا همه هست. بعضی‌ها میان از فضای رسانه‌ای مثل انگار دارن به یکی SMS میدن عمل میکنن. مثلا بنده با یک کسی مشکل دارم، خب میتونم خیلی راحت به این آدم زنگ بزنم و مشکلم با این آدم حل بکنم یا حل نکنم اگر شماره‌شو دارم. اگر شماره‌شو ندارم، در فضای مجازی اگه صفحه‌ای داشته باشه میتونم وارد اون صفحه بشم و پیاممو برایشون بذارم. ولی وقتی شما بلند میشید همین امکانات رو دارید و میاد مثلا استوری میذارید و این استوری رو فقط اون شخص ببینه میفهمه که شما با کی هستید و چی میگید و حرفتون چیه. اگر 50,000 تا فالوور داشته باشید، 1,000,000 فالوور هم داشته باشید، هیچ کدومشون نمیفهمن که شما راجع به چه موضوعی دارید حرف میزنید، راجع به کی دارید حرف میزنید و راجع به چی دارید حرف میزنید. خب این حرکات رو ما در فضای مجازی بعضی اوقات میبینیم. یک مثلا شخصی با یک شخصی درگیره، میاد اونجا یه چیز میذاره، اونم در جوابش نمیاد بهش زنگ بزنه یا بهش پیام خصوصی بده، میاد بلند میشه میره اونم یه استوری میذاره، میبینید 10 تا استوری پشت سر هم، این پشت اون پشت این، دعواشونو کشیدن تو فضای مجازی. نه ملت میفهمن اینا چی گفتن، نه خودشون هم میفهمن، فقط میگم اون دو طرف میدونن که با هم دیگه مشکل دارن. این کار بچگانه است، مخصوصا در فضای سیاسی. واقعا این مسخره است، واقعا مسخره است. واقعا از اینجا شما میتونید بفهمید یک شخص حرفه‌ای هست یا نیست. حالا موضوع من امروز درباره شخصیه که ایشون نه اسم بنده رو برده، نه جرأت کرده عکس بنده رو نشون بده، چون خودش میدونسته داره دروغ میگه، میدونه پشتش عواقبی هست. فکر کرده مثلا الان اگر عکس من رو نشون نده مثلا من دستم به جای بند نیست. نه خیر، دست من به جای بند هست. بنده اثبات میکنم ایشون با کی بوده، اثبات میکنم به کی گفته، راجب چی حرف زده، اینا قابل اثباته. امروز شما چیزی رو از فضای مجازی پاک بکنید، برای همیشه پاک نمیشه، از صفحه شما پاک میشه، در حافظه میمونه. با خیلی راحت با یک نامه قضایی شما اون رو میتونید تقاضا بکنید و برای شما اون رو برمیگردونن. پس این ادا اطفاراتی که کهنه شده. حالا آیه مهدی میرقادری که جرأت نکردی اسم بنده رو بیاری، شما به این فیلم توجه بکنید. آقای مهدی خان، به این فیلم توجه کن که سوراخ کردی داخل اینستاگرام، تلگرام، واتساپ، نمیدونم هر فیسبوک، هر صفحه اجتماعی که داشتی، این رو شما 2 روز پشت سر هم هی پست کردی. شما این رو توجه بکنید. کارمون با همتون تموم نشده. اینجا آقای علیرضا دی رشتی که اینجا مخبری میکنی تو همین شهر، کارمون با تو تازه شروع شده. میدونم استودیوها هم چک میکنی اینها و مخبری میکنی و خلاصه اطلاعات دروغ و کذب اینجا میاری. اینجا ما دیدیم تو زن و بچه داری، گناه داری، نمیدونم قشر ضعیف هستی، حالا برای ما فیلم میفرستی، تک تک سراغ تک تکتون میایم. تو صف هستی، صف طویل هست ولی پرونده ها دونه دونه میرسه. فکر نکن فراموش شده، اصلا چیزی فراموش نمیشه. پدر جان، شما سراغ کی میخوای بیای؟ سراغ ما میخواستی بیای؟ نگفتی با چه کسی میای؟ با نوچهات؟ با مامورای اطلاعات؟ با کی؟ خب بچه، خونه بنده با خونه جناب عالی 1 کیلومتر بیشتر فاصله نداره، شاید هم کمتر، با این خونه که تو زندگی میکنی، نه اون خونه که همسرت زندگی میکنه. شماره تلفن منم که داری، چرا یه زنگ به من نزدی تا من بیام حداقل
با هم دیگه صحبت بکنیم، اصلا مشکل تو چیه؟ از کی تا حالا پیام خصوصی بین دو تا آدم رو 10 تا جا استوری میکنن؟ مثلا شما الان اومدی برگشتی گفتی که آقای علیرضا د رشتی، خب الان شما راجع به کی داری حرف میزنی؟ علیرضا د رشتی کیه؟ اینو کی میدونه؟ از این فالوورایی که شما داری چند نفرشون علیرضا د رشتی رو میشناسه؟ علیرضا د رشتی، علیرضا دائمی اهل رشت اینجا در خدمت شماست. کسی که شما جرئت نکردی اسمش رو کامل ببریم، الان خودم اینجا نشستم. خب رشتی که اینجا مخبری میکنی تو همین شهر، توی این شهر، کدوم شهر؟ توی این شهر میگه آدم فروشی میکنه یا مخبری میکنه یا این حرفا. خب تو کدوم شهر؟ چرا اسم این شهر رو نمیاری؟ شهری که تو خودت توش داری زندگی میکنی. لابد چون فکر کردی که شماره امریکا میذاری زیر تلویزیونت، زیر صفحاتت میذاری، مثلا بعضیا فکر میکنن شما آمریکا تشریف داری، چرا شماره ترکیه خودت نمیذاری؟ خب بگو، نترس، شما 10 سال تو این شهر داری زندگی میکنی، بگو من ترکیه کایسری زندگی میکنم دیگه. خب مخبری میکنم، میتونید شما اینو ثابت کنید؟ این مخبری کردن بنده رو شما با سند، شما ببینید شما یک چیزی رو دارید میگید، 3 تا حالت داره. یا خودتون در این مورد سند دارید، سند رسمی دستتونه که این شخص این کار کرده، یعنی قابل اثبات هست، در محکمه قابل اثباته. شما یا این رو دارید، از خودتون دارید، خب خواهش میکنم رو کن که بنده دارم مخبری میکنم. این یک. دومی مثلا اینکه یا از کسی شنیدید که من دارم این کار رو انجام میدم، خب بنده شما رو وادار میکنم اون شخصی که شنیدید ازش رو هم بایستی بیارید. ایشون باید جوابگو باشه که ایشون از کی شنیده و مدرکی که ایشون داره به شما داده چیه. سومی که میتونه تخیلات شما باشه و همسرتون، و اینکه یا اینکه واسه تخریب شما جزو اون آدمایی هستید که میاد تو صفحه مجازی هر چی دهنشون در اومده میگن و به عاقبتش فکر نمیکنن. در هر صورت هر ستای اینها مشکل داره. هر ستای اینها مشکل داره. شما در جایگاهی نیستید که بخواید این نظر رو بدید. مخبری خب اسم دیگه جاسوسی دیگه. میدونی که مثلا پول زور رو ما میخوایم اسمشو عوض بکنیم میگیم جزیه. روسپیگری رو بیایم که اسمشو عوض کنیم میگیم صیغه. یا غارت اموال مردم رو ما بهش میگیم انفال. میخوایم عوضش کنیم، خوشگلش کنیم، بهش میگیم انفال. اسمش عوض میشه. الان مخبری هم همون جاسوسیه. شما الان به بنده انگ جاسوسی زدید. خب اثبات شما چیه؟ بر این داستان جاسوسی اثبات شما چیه؟ برای این حرفت باید سند رو کنی. راجع به هر کسی رو بگه نمیشه این اتهام رو زد. خب ادامه بدیم. اطلاعات دروغ و کذب با اینجا میارید. اطلاعات دروغ، شما میگی که اطلاعات دروغ، میشه بگید چه اطلاعاتی دقیقاً؟ اون اطلاعات دروغ رو میشه همینجا عنوان بکنید که چه اطلاعات دروغی راجع به شما نشر پیدا کرده؟ بچه من سالها با تو زندگی کردم، من اگه بخوام راجع به تو اطلاعات بدم نیاز نیست دروغ بگم. من اگه بخوام اطلاعات بدم که تو نمیتونی سر بلند کنی اینجا. تو نمیدونی من چه مدارکی از تو و همسر تو که با خانم بنده دوست صمیمی بوده. خانم بنده همسر تو از ایران که اومد اولین دوستش و تنها دوستش همسر من بود در این شهر. سالها اینا با هم دیگه دوست بودن تا اینکه 2-3 سال پیش رابطه ما با شما به هم خورد و دیگه با هم دیگه رفت آمد نکردیم و شما هر جایی هر داستانی میشه فکر میکنی کار ماست. هیچ میدونی چند بار همین خانم تو راجع به تو با ما صحبت کرده؟ اون اطلاعات دروغی که ازش حرف میزنی چیه؟ کاش جرأت میکردی قبل از این مزخرفات رو بگی تماسی با من میگرفتی، یه راسته آزمایی میکردی. چون اطلاعاتی که میگه اطلاعات دروغ، اونا چی بودن که از کجا من بگم که اینا از کجا در میاد؟ من خودم واسه اینو درت بیارم. شما چرا ازدواج تو مثلا از همه مخفی کردی؟ دلیلش چیه؟ خود خانم جلوی تو برگشت به من گفتش که مهدی به خانواده‌اش اصلا نگفته که ازدواج کرده. هیچ کس از خانواده‌اش نمیدونن، حتی من خانواده ایشون رو نمیشناسم که ایشون خانواده‌اش کیا هستن. ارتباط نمیذاره بگیرم با خانواده‌شون. چرا؟ آقای مهدی خان، من امروز نیومدم اینجا که بیام تو رو افشا کنم. مسائلی که
الان اینجا گفتی رو دارم بهت میگم. راجب همسر من صحبت کردی، راجب من حرف زدی، گفتی کلاهبرداره، مسائل دیگه. من الان میخوام فقط این رو میخوام بهت بگم، توی آدم دروغگویی هستی. میخوام ثابت کنم که حرفایی که تو زدی دروغه. نیومدم اینجا راجب تو افشاگری کنم. افشاگری تو برای آینده است. برای آینده است، نه الان. گفتی درباره من با اینکه کسی نمیدونه که از کی گفتی، اومدم که بگم علیرضا رشتی منم. و تو یه دروغگویی هستی که فقط برای پول و ویو گرفتن هر مزخرفی رو میگی. اینجا ما دیدیم تو زن و بچه داری، گناه داری، نمیدونم قشر ضعیف هستی، با تک تک سراغ تک تکتون میایم. تو صف هستی، صف طویل هست، ولی پرونده ها دونه دونه میرسه. فکر نکن فراموش شده، اصلا چیزی فراموش نمیشه. پس دیدی من زن و بچه دارم و بدبختم. آخه تو چقدر انسان خوبی هستی. خب پس تک تک سراغ همه ما میایی، تهدید میکنی دیگه، نه؟ تو در جایگاهی هستی سراغ کسی بری؟ خب چی جوری میای؟ میدونی همین کلمه تهدید آمیز چه عواقبی برای تو داره؟ اونم از طرف یک پناهنده که پناهندگی دیگر رو تهدید میکنه، در حالی که هیچ سندی برای حرفاش نداره. تو صف هستی، صف طویل هست، ولی پرونده ها دونه دونه میرسه. میشه محبت کنی، یه پارتی بازی کنی، منو بذاری اول صف، قبل از همه اول بیا سراغ من، دستت درد نکنه. آدرس هم که سرراسته، هر روزم که از جلوی خونه من رد میشی. آقای علیرضا رشتی که اینجا مخبری میکنید، نمیخواد صفحه بزنی فرهنگ و تاریخ ایران. اینجا مهدی خان میرقادری پشیمون شدی، درسته؟ گفتی اینی که گذاشتم کوتاه بود، یه تیکه دیگه هم راجع به ایشون صحبت کنم. خب دوباره علیرضا رشتی جاسوس. خب علیرضا رشتی نمیخواد صفحه بزنی فرهنگ و تاریخ ایران. خب پس مشخص شده که تو این صفحه من رو دیدی و مشکلی که داری اولا با صفحه من هست. بله در جریان هستم. صفحه قبلی من که در عرض 1 ماه شده بود 18,000 نفر، تو و یک سری آدما همون موقع که بنده خبرتو داشتم، شما هر کدومتون 50 تا اکانت دارید مثل این بسیجی‌ها و این اکانت ها رو برمی‌دارید توی صفحاتی که حدوداً 100 نفر 200 نفر عین خودت هستن توش، میذارید اونجا و میگید دوستان این آدم رو ریپورت کنید. دست جمعی ریپورتش میکنید با ایمیل و مسائل دیگه که صفحه بسته بشه. بله شما میخوای برای ما دموکراسی بیاری، شما پادشاهی خواهی هستی که قراره برای ما دموکراسی بیاری و کسی هستی که آبروی پادشاهی رو شماها دارید میبرید در عین ضد دموکراسی. و صفحه من رو حتی جرئت نکردی اسمش رو درست دیدی. الان یکی میره سرچ میکنه منو پیدا میکنه، اینجا یه داستانی برای تو میشه. اومدی صفحه منم رفتی برگشتی گفتی چی؟ نمیخواد صفحه بزنی فرهنگ و تاریخ ایران. اسم صفحه من تاریخ و سیاست هست، نه فرهنگ نمیدونم چی ایران گفتی. یا همچین صفحه‌ای من ندارم. نخیر، شما اسم منو درست نگفتی، عکس منو جرئت نکردی بذاری و اومدی اسم صفحه منم حتی چپکی گفتی که گفتی هدف تو از گذاشتن این استوری این بود که یکی این که من ببینم این رو و به قول معروف خودی نشون بدی، دوم این که به فالوورات بگی که من چه آدم مهمی هستم و میتونم تهدید بکنم و کسی جرئت نداره به من حرف بزنه و من چه آدم گنده‌ای هستم، افشاگر هستم و نگاه کنید دست یه کلاهبرداری هم رو کردم، اصلا فکرش نمی‌کردی من بیام جلو دوربین بشینم. درسته؟ خب دنبال فالوور نیستم. همین الان حدود 1300 تا فالوور دارم که من اصلا فعالیتم تبلیغاتی نیست. کار من 30 سال چیز دیگه است که بعداً شما میفهمی که کار بنده چی هست. تو درباره فرهنگ و تاریخ چکای بی‌محلی که تو ایران دادی هنوز طلبکارا دنبالت هستن بدونن کجا هستی، بیا یه خورده صحبت کن. فرهنگ و تاریخ چک‌های بی‌محلی که در ایران دارم، میشه شما بفرمایید که اینو از کجا میدونید؟ مادان چک بی‌محل داخل سیستم ثبت میشه با یه درخواست یا استعلام میشه درش آورد.
یه رئیس بانک هم به راحتی میتونه این کار رو انجام بده. الان چرا سند این حرفتو رو نمی‌کنی که منو رسوا کنی؟ این حرف تخیل خودته، زنته، یا کسی به چیزی گفته که اونم تخیل کرده. خب الان سندت چیه که بنده توی ایران کلاهبرداری کردم، چک بی محل دادم و اومدم اینجا؟ ادامه همین رو نگه دار، با هم دیگه کار داریم. این دسته چک منه، خب با مهر شرکت من که دست چکاش هم همش خامه. اینها چکایی هستش که دست مردم بوده و همسرم قبل از خروج از ایران مقدار پولی که توی حساب من بوده و قرار میدونسته که احتمالاً دیگه بر نمیگردیم، این چک ها رو همسر من پولاشون رو داده و از ایران آورده، گرفته از مشتری آورده که وقتی من اینجا هستم واسه من مشکل ساز نشه، چون ما قراره یه روزی برگردیم ایران، بعدها نمیخوایم به عنوان یه کلاهبردار برگردیم. این چک ها این 15 میلیون تومنه، نمیتونم نشون بدم چون میدونم سوء استفاده میکنی ازش. خواستیم یا هر کسی دوست داشت بیاد کنار من بشینه، دونه دونه اینا رو بهش میدم نگاه کنه، استلام کنه، هر کاری دوست داره بکنه. بعضیشون فکر کنم پشت نویسی هم شده، طرف حتی تا بانک هم مثل این که برده بوده. ببینم بعضی حتی پشت نویسی هم شدن. ببینید اینا حتی پشت نویسی هم شدن. موقعی که من از ایران رفتم همسرم 1 ماه ایران بود، بعضیا حتی درسته رفته بودن که برگشت بزنن، همسرم ازشون پس گرفت. اگر برگشت خورده بود الان دست من نبود. تا مبالغشون همش 25 میلیون 25 میلیون 27 میلیون 12 سال پیش 27 میلیون. میدونی یعنی چی بچه جان؟ من یه ساختمان ساز بودم، یه مهندس عمران بودم. 27 میلیون 10 میلیون 28 میلیون 10 میلیون 10 میلیون. بچه تو خیلی کوچکتر از اونی هستی که بخوای راجع به من حرف در بیاری. این کارت دانشجویی من که قبل از اینکه از ایران بیام دانشجو بودم، برای فوق میخوندم. این کارت سربازی من که اینقدر سربازی نرفتم و در رفتم ازش، آخر مجبور شدم به من معاف بدم. اونم معافی که گرفتم به خاطر اینکه به متولدین قبل از سال 54 اومدن گفتن که اینا دیگه بیان معافشون رو بگیرن، که من رفتم معافمو گرفتم. 11 ماه بیشترم خدمت نکردم. بدونم که کی به شما گفته که بنده کلاهبردار هستم و تو ایران چه که برگشتی دارم. خب این شما باید به جواب بدیم. ولی بعدی درباره فرهنگ و تاریخ خانم بازیات که هر پناهنده تازه واردی می اومد می افتادی دنبال زنش، بیا یه مقداری صحبت کن. شما عنوان کردی که هر پناهنده که می اومده اینجا بنده می افتادن دنبال زنش و باش رابطه برقرار می کردم. شما میشه چند تاشون رو برای بنده معرفی کنید یا بیارید یا ببرید که از من شکایت بکنه بابت این امر؟ میتونید شکایت کنید دیگه، اینجا کشور آزادیه. تو ترکیه شما هر کاری میتونید انجام بدید. اون آدما چرا از من شکایت نکردن که من افتادم دنبالشون؟ خب الان اگه من بگم این کارا رو تو میکردی، شما به من نمیگی اینو بیا به من اثباتش کن؟ داستان ازدواج شما با زن تو بنده ازش سند دارم که شما ازدواج کردی یا به کسی نگفتی. ازدواج جناب عالی در ترکیه سوری بوده. شما یه خانمی رو از ایران ورداشتی آوردی، فکر کردی 2 سال میبریش، ایشون یه پولی از خانواده‌اش گرفته آورده برای جناب عالی خرج کرده و اوضاع جناب عالی خوب شده، تلویزیون زدید. من اگر بخوام راجع به تو افشا گری کنم همه رو با سند. شما فکر کردی همینجوری من کسی تو خونم راه میدم؟ شما فکر کردی ذره ذره تو خونه بنده که حضور داشتی یا حرفایی که میزدی بنده ازت سند تهیه نکردم؟ بنده خدا من کار من همینه. شما چی میگید؟ در آینده ایران شما فکر کردید ما یه سری افراد مفخر رو اجازه میدیم بلندشن با دروغ و دلنگ این بر بگم ما پادشاهی خواه هستیم، بعد در ایران پادشاهی آینده بلندشن بیان صاحب مقام منصب بشن مثل لاجوردی ها و مثل خیلی های دیگه؟ نخیر جناب. در آینده ایران بنده خودم اینجا عرض میکنم که هیچ شغل قانون ایران نخواهم داشت. نهایتا بنده به ایران اگه روزی برگردم ایران آزاد بشه، برمیگردم به همون شغل ساختمان، به شغل ساخت و سازم، نقشه کشی خودم رو انجام میدم، نهایتا تدریس خودم رو بکنم. اگر سنی داشته باشم که بتونم این کارا رو بکنم، اگر نه که بازنشستم تو خونه خوابیدم. بنده قرار نیست مثل جناب عالی حزب تشکیل بدم. ایرانیان ملیگرا واسه خود حزب درست کردی، فردا هم بشیم لابد رهبر اون حزب و بگی مردم به تو رأی بدن، پا تو مجلس وا بشه. نه قربان. کسی که این کارا رو میکنه در آینده ایران جایی نداره. ما آینده ایران آدمای صاف و درسته، آدمای تمیز، آدمای مثل امیرعباس هویدا که نمیتونن یه اشکالی تو کارش پیدا کنن،
آدمایی مثل نادر جهانبانی، ما اینجور آدم‌ها رو قرار پرورش بدیم، مثل آقای مهدی رحیمی. ما مثل شما مفتخرا رو که اجازه نمیدیم در آینده ایران نقشی داشته باشن. جنگ ما، فعالیت‌های سیاسی ما تازه بعد از اینه که این آخونده از ایران برن. ما اون موقع فعالیت من امثال بنده تازه اون موقع شروع میشه. ما الان داریم زمینه‌هاشو میچینیم برای اون زمان. ما اگر میخوای بفهمی که چه کسی راجع به تو حرف زده، من هنوز نمیدونم چه داستانی راجع به تو بیرون اومده. یکی دو تا جا دیدم اون به تو فحش داد، اون فحش دادی، اون به تو دریوری گفته، تو اون دریوری گفتی. من دنبال این خاله زنک بازی نیستم، ولی شما اگر میخوای چیزی رو کشف بکنی، اول از تو خونه خودت کشف بکن. ببین همسر جناب عالی وقتی که بعد از اینکه ما قطع رابطه کردیم، جناب عالی هیچ دوستی در ترکیه نداشت، فقط خانم من بود سالها. میاد میره ارتباط میگیره با دوستای سابق همسر بنده، دوستانی که الان نمونهش در امریکا تشریف دارن، اونجا هستن و همسر تو خیلی حرفا بهشون زده، سفره دلش واسهشون وا کرده. دوستانی که برگشت اینجا بودن و برگشتن ایران و همسرتون با اونها هم خیلی صحبت کرده. ببین مهدی، ما خیلی به تو رحم کردیم. شما یک روزی با خانم بنده تماس گرفتی، برگشتی گفتی که من جی پی اس ماشین رو کنترل کردم، این ماشین سمت یعنی صنایع رفته. یعنی صنایع جایی که ماشینا رو برای تعمیرگاه‌های این شهر اونجا هستن. و زن تو به خانم من گفته بود که به مهدی نگو چه اتفاقی افتاده و ما کجا هستیم. خانم من حتی به تو اینو نگفته بود و تو بعدها رفته بودی فهمیده بودی که خانم تو با ماشین تصادف کرده و ماشین رو برای تعمیر اونجا برده، تو صداش در نیاورده برای تو. این خانم بنده حتی خانم تو رو اینجا نفروخت. خانم تو خیلی جاها رفت، پیش فالگیر میرفت، پیش نمیدونم جاهای دیگه میرفت، خیلی کارهای عجیب غریب میکرد، ولی خانم من اینا رو نیومد به تو بگه. حتی به منم نگفت، بعدها به من گفت. ببین پسر جان، من اگه بخوام راجع به تو افشاگری کنم خیلی کارا میتونم بکنم. بشین سر جات، این کار خاله زنک بازی رو بذار کنار. کمتر بیا به اسم پادشاهی ها فوش بده به این و اون، کمتر توهین کن به این و اون. شاهزاده رضا پهلوی خامنه ای رو به اسم آقای خامنه ای خطاب میکنه، تربیت خانوادگی خودشو داره نشون میده. تفاوت ایشون که ما دنبال ایشون هستیم همینه. ما هم باید ازش یاد بگیریم. کسی که میگه من دنبال روح پادشاهی هستم، دنبال روح شاهزاده رضا پهلوی هستم، باید منش و رفتارشو از این یاد بگیره. وقتی شاهزاده میگه به کسی فحاشی نکنید تو صفحات مجازی، وقتی میگه تهمت نزنید، وقتی میگه درگیر نشید، دلیلش اینه جناب عالی دقیقاً ضد شاهزاده رضا پهلوی عمل میکنید که بسیجی از همین سو استفاده کنن. تهمتی که به من زدی تهمت زناکاری زدی و مزاحمت برای نوامیس مردم. اوکی، بریم بعدی. درباره فرهنگ و تاریخ زدن زنت اینا بیا صحبت کن که چند ماه از خونه رفته بود بیچاره بیرون. درباره این فرهنگ و تاریخ این چیزا بیا صحبت کن. شما گفتی که من زنم رو زدم و زنم چند ماهی از خونه رفته بیرون. خب الان این خبرچینات که این خبر رو برای جناب عالی آوردند، یه زحمت بکش عوضشون کن، چون مثل خود دروغگو هستن. دادگاهی در اینجا دارم، نامه دادگاهی همین شهره، اگر بتونم اینجا پیداش کنم. نامه دادگاه این شهره. بازم به دلایل امنیتی نمیتونم بهت نشون بدم، تو تا یه جایشو نگه می‌دارم. ببینید این نامه تاییدیه دادگاه است و این ترجمه شدهشه به انگلیسی که من برای سازمان ملل جای دیگه فرستادم. هر کی خواست این رو من میتونم نشونش بدم، البته حضوری. این نامه نشون میده که شخصی اطلاعاتی که بنده در ایران باعث خروج ما از ایران شده بود، اون شخص به ترکیه اومده بود دنبال من که بنده رو پیدا کنه. بنده مجبور شدم به خاطر امنیت جان همسر و فرزندان هم ازشون دور بشم، مدتی پنهان بشم و بعد از اینکه ترکیه پلیس ترور این امنیت رو به من دادن و امکان اینکه از من حفاظت بکنن رو به من دادن، بنده تونستم بیام و زندگی عادی خودم شروع کنم، البته با احتیاط کامل. ولی خب بنده از کسی نمیترسم. الانم جلوی دوربین نشستم، اصلا واسه من فرق نمیکنه. فقط با کسی یه زمانی میرفته رو مین، هدفشون بود. اون هدفش اون بود، هدف ما هم همینه. منم الان رو مین میرم که ایران آزاد بشه. واسه همین چهره‌مو نشون میدم، جلوتم میشینم، آدرس خونم هر کی میخواد بهش میدم. پس شما لطفاً واسه بنده پپسی وا نکن، خبرچیناتم عوض کن.
نیاز نیست درباره فرهنگ و تاریخ ایران پیج بزنی که به این واسطه پناهندگی بخوای بگیری. امریکا هم که ردت کرده. پرونده‌ات زیر بغل منه، جای دور نمیره. الان داره کم کم پرونده ها میاد بالا و رسیدگی خواهد شد. اعلام کردی که بنده پیج زدم که به این واسطه قبولی بگیرم، سازمان ملل قبولی بگیرم. بچه جان، بنده قبولی خودم رو قبل از اینکه شما تشریف بیارید ترکیه گرفتم. من البته یه دونش رو صفحه میذارم، اینا برو مدرکه، یعنی به اندازه وزن آقای مهدی میرقادری ما اینجا مدرک داریم. این قبولی سازمان ملل من هست در زمانی که سال 2013، یعنی زمانی که جناب عالی هنوز در اقلید استان فارس داشتی با دمپای ابری میرفتی که نونوایی صبح 2 تا نون بخری، بنده اینجا قبولی سازمان ملل رو در عرض 6 روز گرفته بودم. زمانی که هم سال 2014، اون موقعی که هنوز نمیتونستی ترکیه رو با ت دسته‌دار می‌نویسن یا 2 نقطه، بنده قبولی آمریکا رو هم داشتم. این که شما فرمودید که بنده آمریکا ردی خوردم، شماره‌شو نگه دارم شما نبینید. این نامه قبولی ICMC آمریکای بنده هست. اون زمان نگاه کن، این پسر من الان 21 سالشه، این پسر من الان 26 سالشه. این نامه قبولی ICMC ما هست که شما فرمودید که بنده رد شدم، پروندم زیر بغل شما هست. این رو میدونی که آقای ترامپ اومد در دور اول سال 2015 بود یا 16 بود که با تراول بن 5 همه بسته شد، نه برای بنده. شما میگی که ردی خوردی، نه خیلی، آمریکا همه رو رد کرد، مخصوصا پناهنده‌های ایرانی رو. این رو تو هم بهتر از من میدونی. ولی وقتی مسئله گرین کارت امریکاست که برای ایرانی و برای همه کشورها در واقع کلا گرین کارت رو برداشتن. دروغ میگی میشی چوپان دروغگو. از این بعد کسی دیگه حرفای جناب عالی رو بعد از من دیگه باور نمیکنه. تهمت بعدی هم که سند و مدرک بود، ردی آمریکا و نداشتن قبولی من بود. یه دروغ دیگه که اینو بهت ثابت کردم. پرونده زیر بغل منه، جای دور نمیره. الان داره کم کم پرونده ها میاد بالا و رسیدگی خواهد شد. گفتی که پرونده من زیر بغل تو هست. شما چه کاره ای که پرونده یک پناهنده زیر دستت هست و رسیدگی خواهد شد؟ میشه بفرمایید که این پرونده بنده چطور به دست شما رسیده؟ تا جایی که ما میدونیم رئیس جمهور ترکیه هم نمیتونه دسترسی به پرونده های داخل سازمان ملل ترکیه رو حتی داشته باشه. شما میشه به من بفرمایید که این پرونده چطور دست شما؟ جاسوسی؟ توی سازمان ملل جاسوسی؟ هیچ میدونی این حرف شما چه عواقبی داره؟ این حرف خیلی سنگینه. وقتی خودت پناهنده هستی، الان بنده جناب عالی رو بکشم به دادگاه، جوابت برای این حرف چیه؟ تخیلات؟ میخوای بگی معذرت میخوام، میخوای بگی اشتباه کردم، فکر کردم، فلانی به من گفته این رد شده. الان پرونده من که میگی زیر بغل تو، این چیه؟ این داستانی پرونده من چیه؟ میخوای بگی شنیدی دیگه. خب از کی؟ خب من وادارت میکنم اون رو که ازش شنیدی رو برداری بیاری. از خودت در آوردی که جرمش سنگین تره. شما در مقامی نیستی که این اسناد دستت باشه. مأموری، مفتشی، مرد قانونی، دولتی هستی، سازمان مللی هستی، چیکاره هستی؟ حق نداری چیزی رو به دست بیاری راجبش کنکاش بکنی. سند هم اگر ارائه بکنی برای تو جرم نادان دوزاری. ولی هم واسه خودش قوانین خاص خودشو داره. واقعا یکی اگه پول مردم رو تو ایران بدزده و خدمت شما که آرزم بیاد اینجا خانم بازی کنه، یک 10-12 سالم ناپدید باشه و اینها، و یه دفعه بیاد رو فرهنگ و تاریخ ایران. گفتی که یکی پولهای مردم رو بدزده، تهمت میزنی. دزدی و کلاهبرداری. سازمان ملل، اداره مهاجرت که مو رو از ماست میکشه بیرون، نفهم بوده، نفهمیده، توی چلغوز فهمیدی، الان داری افشاگری میکنی.
من نگفتم شغل من افشاگریه، نگفتم جنگ با آدمایی دارم، ولی با آدمای بلاگر بیخودی مثل تو هدفشون فقط پول در آوردن از راه مفت هست، ببینیم بعدش چیه. فرهنگ و تاریخ ایران. هنوز از پیج من میسوزی که 1000 تا فالوور دارم، پستای من 130,000 تا ویو میخوره؟ بگو دردت چیه؟ منو رقیب خودت میبینی؟ 10 بار اینو داری تکرار میکنی. مردم فهمیدن بچه جون. اولا گفتم اون تاریخ و سیاست هست، نه فرهنگ و تاریخ ایران. اینجا این عکس رو ببینید، اینجا اومده بود بغل دست ما نشسته بود، کیک تولد ما رو میخورد. یه کارگر، آقا دلمون برای همه میسوزه دیگه. گفتیم یه کارگر خیاطی که خدمت شما که عرض کنم نون خوردن نداره، بیاد یه ذره کیک هم اینجا بخوره، گناه داره. کارگر خیاطی که نون خوردن نداره بیاد کیک بخوره در کنار من. گمج ماگوزمنت ماکات، کیک تولدت رو من و خانومت سورپرایزت کردیم توی کافه توی تالاس. بچه این عکسم که جرئت نکردی نشون بدی رو صورت من دایره انداختی، کسی منو نشناسه. الان اینجام چهرم معلومه، اسمم هم معلومه، پیجم هم که معلومه، اسنادم که آوردم. پادشاهی خاری نه جرأت مبارزه کردن داری. سوی که مخفی شده توی خونش، اسم شهرش هم نمیگه، میگه من افشاگر هستم. میاد افشاگری کنه از یک کلاهبردار زنباز چک برگشتی زن کتک زنه نمیدونم فلان، عکسشو نشون میده، نه اسمشو نشون میده، نه هیچی. بلاگری فقط ادای مبارزو در میاری. ادامهشو ببینیم. نمیدونیم که فقط بعضی ها چه حرومزاده هایی هستن سر بکنن مثلا تو زندگی خصوصی آدم و بعد دروغ بگن. دروغ این خیلی بد هست. کیک خوب بود، همه اینا رو پس باید بدی. حرومزاده هم هستم. خب جرم این که به کسی بگی حرومزاده در ترکیه خیلی زیاده. مهدی آی مهدی میقادری نادان، اگر فکر نمی کردی باید منو خوب میشناختی، الان این رو بایستی بدونی که من تو این دنیا از چیزی و از کسی نمیترسم. کار غیرقانونی هم انجام نمیدم که بخوام از قانون بترسم. 12 سالم از در ترکیه هستم، کار خطایی هم نکردم. الان ملت باید بدونن تو درباره کی حرف میزنی؟ دیوانه چیزی هستی؟ اگر هدف تو از این استوری گذاشتن ها جلب توجه نیست چی هست؟ افشاگری که نکردی. شما افشاگری موقعی که شما اسم شخص رو میاری، عکسش رو میاری، مدارک رو ارائه میدی و افشاگری میکنی، یعنی مولا درزش نمیره. این عکسی که الان میبینی این رو پسرم گرفته با دوربین من. نادان، من برات این عکس رو فرستادم. همون لحظه خانومت از یه زاویه دیگه، اینجایی که ما داشتیم این عکس رو میگرفتیم، از یه زاویه دیگه با موبایلش این عکس رو گرفته، این یکی رو، و این رو واسه من فرستاد. بعدن میدونی من در مقابل مزخرفات و پروپاگاندا و سفسطه آخوندی ساکت نمیرم. چطور به خودت جرأت کردی این شکر رو خوردی؟ حالا ادامهشو ببینیم. کیک خوب بود، همه اینا رو پس باید بدی. اونی که باید پس بده خودتی. اولا باید اثبات کنی که من جایی حرف زدم درباره تو زندگی تو خانوادت و اینا. من نمیدونم تو کجا سند داری که من راجع به اینا حرف زدم. این یک. تهمت هایی که زدی، زناکاری، مزاحمت برای نوامیس پناهندگان، کتک زدن زنم، خروج زنم ماها از منزل. آخه کلگاپس نادان، با وجود داشتن 3 تا پسر گردن کلفته 29 ساله و 26 ساله و 21 ساله، زنم رو زدم، از خونه بیرون کردم، پسرم هم که شدیداً مادر دوستن، یعنی اینجا خیار بودن. بچه برو سند میخوای بیا پیش خود من راجبه زدن زنت، خوردن پولی که از ایران آورده، طبق حرفهای خودش بالا کشیدن سهم ماشین، بیت کوینی که به نام خودت سند زدی تو ولت خودت ریختی، راجبه اینا بیا بشین صحبت کن. بچه جا من همه اینا رو دونه دونه میتونم رو کنم ها، ربطی نداره. دوم من الکی گذاشتی، سکوت کردم. من بارها دیدم تو
واقعا چهره پادشاهی رو داری خدشه‌دار میکنی. تو یک آدمی هستی، خیلی چیزهای دیگه هم دیدم که برای پول تو خیلی کارها میکنی. که من اومدم بعد از 12 سال قبولی بگیرم و صفحه سیاسی که دارم اون مثل اینکه ظاهرا واسط میسوزه. بچه، عمر قبولی سازمان ملل من، عمر قبولی آمریکای من از عمر ورود تو به ترکیه بیشتره. حکم خروج من از ایران تاریخش قبل از اومدن تو به ترکیه است. همون زمانی که دمپای ابری میپوشیدی میرفتی نونوایی تو اقلید. من داشتم با محسن امیراصلانی روانشاد، همجرم بنده که سال 93 اعدام شد و 6 روز بعد از اعدام اون من قبولی گرفتم، هم مصادف شد با مصاحبه بنده در سازمان ملل. در عصر بی اینترنتی من با ایشون داشتیم ما کتاب میدادیم دست مردم تو دهن شیر، رو در رو. من قبولی سازمان ملل، اداره مهاجرت، کشوری، اینها رو قبل از اینکه تو بیای ترکیه گرفتم. بچه جان، من الان برنامه نساختم که قبولی بگیرم که شما میگه برنامه ساخته قبولی. تاریخاشون رو به شما نگاه کن، اینو میدونی. ببین، سامانه پادشاهی به کسی پول مفت نمیده، مثل مجاهدین و چپ ها و کمونیست ها که الان پول پخش میکنن از LGBT. شما بگیر تا حامیان طبیعت، تا حیوانات، حامیان زنان، ویژیتریان ها، اینا رو همه رو رفتن خریدن، گروه درست کردن. چون چپ نمیتونه دیگه خودش رو عنوان کنه، از یه طریق یک سری جامعه مدنی اومده وارد این سیستم شده. پادشاهی پولی خرج نمیکنه. کسی که برای پادشاهی کار میکنه دلیه. بقیه امثال ماها داستان ما فرق میکنه. اینکه کارگر خیاطی بودن اما که غذا ندارم بخورم، بچه جان شلخت. تو به همه میگی من گیاهخوارم. اون کی بود که تهچین مرغ و گوشت رو توی خونه بنده که دستپخت همسرم بود رو 2 تا بشقاب کشید و خورد و تعریف کرد که بعد زنت هم شاکی شد، گفت مهدی من که درست میکنم. تعریف اینقدر نمیکنی، چطور مریم خانم درست کرده تعریف میکنی؟ اون کی بود؟ وقتی رفتیم بشتپه، کباب کوبیده‌ای که من زدم مدارکش هست، داشتی میخوردی، چرا دروغ میگی به مردمم؟ چرا میگی خودت از اون ور میری میگی من ویژیتریانم، از جامعه ویژیتریان‌ها یه پولی گیر تو بیاد، از اون ور میری نمیدونم حمایت میکنی از یه کسایی که نبایستی بکنی. بچه، گیر آدم بد و سمج افتادی. گفتم من نمیخوام حالا افشاگری بکنم، اینه دروغایی که به من نسبت دادی رو دارم میگم، همینقدر که ملت تو رو بشناسن. اصلی تخریب پادشاهی خواهان تو هستی که میگن که اینا فحاشی میکنن و اینا داره دسته شاهزاده همشون اینا. نه خیر، ما فحاشی نمیکنیم. ما بلند میشی به شاهزاده توهین میکنی، بلند میشی به همسرش توهین میکنی، یک سری عکسای فتوشاپی رژیم که چیزی اونها رو بلند میشی می تحلیل میکنی واسه ما، پشت سر دخترای شاهزاده بلند میشی میای حرف میزنی. همین تو مگه نبودی میگفتی اینها فارسی بلد نیستن؟ حرف اگه ایرانی بودن فارسی به تو چه؟ کجا میدونی فارسی بلد نیستن؟ اگه مثل تو اصلا بلاگرم مگه بلندشم بیان جلو دوربین هر وقت یه چیز بگم؟ برای وقتش در جای قانونیش و رسیدگی به اونها تا افراد مبارز نما روشن بشن، ما کارمون ادامه داره. بله، افتخارم اینه 12 سال در ترکیه خیاطی و جوشکاری و حمالی هم کردم. نمونه هاشم میذارم ببین. بنده حمالی کردم، بنده جوشکاری کردم، بنده کارگری کردم، هنوزم دارم این کار رو انجام میدم تا مبادا از مردم پول بگیرم، دستم جلو کسی دراز نشه، تو خونه بشینم بلاگری کنم و مفخوری کنم، مبادا از بی پولی تو دام ضد پادشاهی ها بیفتم. اونقدر پیشنهاد کاری داشتم، فقط کافی بود که ضد پهلوی ریز عمل کنم. اما تو این کار رو زیاد کردی مهدی، من دیدم و میدونم. کارگری میکنم چون شرف داره، کار آر نیست. تو که 10 سال یک روز هم در ترکیه کار نکردی، حتی خونه بیرون نمیای، حواس که سرده، من و خانواده‌ام توی سرمای منفی 30 درجه کار کردیم. دیروز منفی 7 درجه بود، ما سر کار بودیم.
کارگری برای تو اگر ننگه، یه خیاطی بوده، خیاطی گشنه بوده. خیاطی گشنگیه؟ پادشاه گفته بین یک کارگر بنا باشد هرچی باشد با نخست وزیر، میگه هیچ تفاوتی نیست. اما این نگاه بالا به پایین، تو که از پادشاه خودتو بالاتر میدونی، همسرت هم همینجوریه. یک روز هم در ترکیه کار نکردید، این همه هزینه سنگین پناهندگی، باید تو جواب بدی این پول از کجا میاد. استخر و باشگاه رو که توی هتل رادیسون میری روزی چند هزار لیر پولشه، با لباس‌ها و برندهای گران قیمتی که خرید میکنید از کایسری فروم و از توی یو اس پلو و آدیداس و اینا رو همه رو من با تو بودم، همه رو خریدات. و حتی بعضی اوقات که تو نبودی من و خانومم و با همسر جناب عالی میرفتیم خرید، کیف‌های گران قیمت آنچنانه‌ای که خانم تو خرید میکرد. پناهنده‌ای میتونه ماشین صفر بخره زیر پاش بذاره، زیر پای توه به پول ایران 3 میلیارد پولشه صفرش. پناهنده ترکیه بچه، زن من با این که توی کمرش 4 تا پلاتینه، پا به پای من در کنار من داره خیاطی میکنه. روزی 10 ساعت هم داریم کار میکنیم، 2 ساعت هم تو راه هستیم که برسیم خونه. از پسرام کنار من هستن نجاری و کارگری میکنن تا دست اون جلوی فاندی باندی ها دراز نشه. گفتی چرا این خیاط بیچاره‌ای که غذا برای خوردن نداشت اومده کیک بخوره، چرا نگفتی که این یک مهندس عمران با سابقه 300 پروژه؟ چرا نگفتی این خیاطی که الان در ترکیه داره خیاطی میکنه، چرا 5 سال آخر قبل خروجش از ایران سال 87 حق امضاشو در نظام مهندسی ساختمان گیران از دست داد؟ اینا رو چرا نگفتی؟ قبلا واسه تعریف کردم. میدونی میگم مردم تفاوت احساس میکنن. بعد اومدم بگم که تو چه آدم دروغگو و مزخرفی هستی و من اگر میخواستم زندگی خصوصی تو جای فاش بکنم آبرو برات نمیذاشتم، همینجوری مدرک نگیرم همینجوری باش دوستی میکنم. بچه جان، زمانی که شروع میکردی پشت سر پهلوی با هم دیگه بحث میکردیم و مزخرف میگفتی، اون زمانی که دوست صمیمی امید نادان بودی. باشید امروز یک برنامه متفاوت داریم در خدمت دوست. چرا برنامه هست؟ در خدمت دوست قدیممون آقای امید دانا هستیم. امروز به مبارز نسلی گرامی خب از ایران خارج شده، خیلی پرسش ازش داریم و من میدونم بی‌صبرانه شنوندگان و بینندگان ما پرسش‌های زیادی از شما دارن و میخوایم برنامه رو ببینن و ببینن شما در ارتباط با مسائل سیاسی و اینکه خب چجوری رسیدید به یک کشور دیگه‌ای از ایران توضیح بدید. مبارز جان، اصلا اول نام خودتو بگو و اصلا نام چیه؟ ما همه تو رو به عنوان مبارز نسلی میشناسیم و این فکر میکنم برای اولین باره که چهره شما پس از چندین سال مبارزه از داخل کشور داره نشون داره میشه و خیلی خب براشون جذابیت داره که با شما بیشتر آشنا بشن. درود بر شما امید گرامی، درود به همه بینندگانی که من رو در حال دیدن هستند. البته من نام مبارز نسلی رو بسیار دوست دارم. مدرک جمع می‌کردم، حرفات، کارهات. مجرم توی خونه خودت اول بگرد. اون کسانی که خانومت باشون رفت و آمد کرده و تو خیلی هاشون رو نمیشناسی رو برو دنبالشون بگرد. حالا چرا جدا زندگی میکنی از همسرت، برو دنبالش بگرد. اون دختره رو مریض کردی، رو مخ دختره رفتی که علیرضا اینو گفته اونو گفته، به من رفته پیام داده، پیامشو بخون، به همسرم هم داده. چند تا پیامم قبل از اینکه همسرم بتونه بازشون کنه سعی رفته پاکشون کرده که نتونستیم ما اسکرین شات بگیریم. تو خب میشه برگردوند. کلی فحاشی کرده. زن تنها دوست زن من بود سالها. نه اهل کار غیر قانونی هستم، چون ایران قراره برگردیم به ایران. شاهزاده که برگرده تازه مبارزه و مأموریت افرادی مثل بنده شروع میشه. مبارزه با کسانی که مفتخور بودن، ادای پادشاهی خواه رو در آوردن، پشت پرده با جمهوری اسلامی همکاری کردن، از تو برو آخر، از اون ور ادا در آوردن، گفتن ما پادشاهی خواهیم، این ور مخبری کردن. شما به من میگه مخبر؟ با سند رو کن. خوشی کردن به ملت، چهره پادشاهی خواهان رو خراب کردن. فالوور و کامنت و اینا مبارزه نیست. باشه که حسن ریوندی باید رئیس جمهور بشه که از شاهزاده بیشتر چیز داره. از گلزار که خب تعداد فالوورش که از شاهزاده بیشتره، که خوردی 1000 تا مثلا فکر کردی کننده داری، 99% که فیکن که بنده خدا.
خودت نصف اونایی که میان زیر پستت کامنت میذارن که میدونم خودت تو خانومت هستی، هر کدوم با پیجای مختلف الکی اسمای عجیب غریب داری، میای فحاشی میکنی، میای چرت و پرت میگی، میای اینجا چیز مینویسی. من که اینا رو دیگه من میدونم، واسه من تعریف نکن. امید قادری، سایر کسانی که بلاگری سیاسی میکنن، ببین یک طناب باریکه و یک طناب باز تو سیرک باید از روی این رد بشه. یک اشتباه کوچک باعث میشه که این سقوط بکنه و سقوط کردن و مرگش همونه. شاهزاده رضا پهلوی خیلی دست به عصا حرکت میکنه که این سقوط رو نکنه و 47 ساله که خودش رو روی این طناب حفظ کرده و الان به آخرای این طناب رسیده. ما هم پشت سرش داریم رو همون طناب حرکت میکنیم. هر کدوممون خطا بکنیم به پایین میافتیم. تو سقوط کردی مهدی، اونجوری که سکویی سقوط کرد، سالها پادشاهی خواه بود و پشت سر شاهزاده حرف زد، سقوط کرد برای همیشه. معذرت خواهی هم بکنه فایده نداره. شما هم پشت سر شاهزاده حرف زدی، اومدی گفتی من معذرت میخوام. نه قربان، معذرت خواهی فایده نداره. اینجوری باشه فردا 1000 تا از این سردارها و 1000 تا از این آدمایی که جنایت کردن باید بگن من معذرت میخوام. ما با چه حسابی باید به اینا مملکت بدیم؟ پادشاه فقید دیگه نیست پر از خائن دور برش باشن. تو اتاق بغلش امثال فردوس و قره‌باقی داشتن بهش خیانت میکردن، شاه خبر نداشت. ما دیگه این اجازه رو نمیدیم. شاهزاده سرش خیلی گرمه. شاهزاده بعدها اینقدر مسئولیت داره که حافظه ما دیگه یاری میکنه که چه کسایی بایستی توی رأس قدرت باشن یا نباشن. حاتمی هم بهت بگه من گول خوردم. قربان از روی این بند افتادی مردی. همین آقای سکویی رو تو بارها تو برنامه راه دادی و باهاش صحبت کردی. گل نبودم 40 سال توی ایران زندگی کردم، 1 ریال هم وام از این حکومت نگرفتم. شما 1 ریال اگر وام به نام من و خانواده من در ایران دیدید من گرفته باشم، وام ازدواج هم نگرفتم. بود این بانک قرار بود با چی خرج بشه؟ قرار بگیرم اضافه بر سازمانش به این حکومت بدم؟ من حتی سربازی من تو این حکومت تمام نکردم. من 3 تا زندگی شرکت مهندسین با 15 تا کارمند، ماشین، خونه، همه رفت سر این که نخواستم خودم رو بفروشم. برای گرفتن پناهندگی 2 تا جاوید شاه گفتن و سیاسی شدن. آقا سیاسی شدن الان مهدی تو اینقدر نادان هستی که میگی که کسی که تازه اومده سیاسی شده یا واسه پوله یا واسه نمیدونم دیده شدنه، نمیدونم این حرفا. آخه بچه جان، از نظر ماهایی که دهه 70 فعالیت میکردیم یا کسانی که دهه 60 فعالیت میکردن، جناب عالی هم که دهه 90 اومدی داری فعالیت میکنی، جوجه حساب میشدی. پس اون زمان باید اینا هم این حرفو به تو میزدن؟ اون موقع هم نه فیسبوکی بوده، نه توییتری بوده، نه چیز دیگه ای بوده که شما میگی سابقه‌شون رو باید برید تو اینستاگرام ببینید. کسی که 2 روز از راه میاد هیچ نوع سابقه سیاسی نداره، فقط برای گرفتن پناهندگی یا برای کار مالی هست، جیب شماها رو زدن هست. وگرنه کسی که مبارز باشه سابقش پیداست، بالاخره یه تاریخی داره تو خود همین اینستاگرام تاریخش پیداست. آقا برید نگاه کنید. اگر شما در صفحات اجتماعی نمیدیدی دلیل بر نبودن و فعالیت نکردن نبوده. سابقه پادشاهی و وفاداری من و خاندانم به پهلوی قاجار برمیگرده. بزرگ من غلام حسین خان دائمی از افسران قزاق همپای رضا شاه کبیر بوده در قائله جنگل. کوچکخان رشتی، خونه ای که من توش متولد شدم با خونه میرزا کوچکخان که الان در رشت موزه شده 20 تا خونه فاصله داره. من بچه استاد سرای رشتم. بزرگ بنده جزو افسران قزاقی بوده که همپای رضا شاه در قائله جنگل همپا بوده. سرشناس شهر رشت بوده. بزرگ من مال سمت فومنات بوده، تمام اون منطقه رو میشناخته و میرزا کوچکخان از همون منطقه دقیقاً گریخته. مأموران ویژه در اون سالها بوده. به کسانی بوده که در بنیانگذاری ارتش نوین رضا شاه در سال 1305 بوده فکر کنم یا 4 افراد بوده. توی تنش شما ببینید لباسیه که تو تن رضا شاهه و خودتون میدونید یک سری افرادی هستن که در اون رده بودن اجازه داشتن یه همچین لباسی رو بپوشن. خدماتش رو همینجور ادامه میده تا سال 1327. سال 1327 شمسی بعد از پادشاهی محمد رضا شاه فقید وقتی به سمت آبادان و بوشهر میرفتن تا تدارکات سفر شاه رو آماده بکنند، به علت خواب آلودگی راننده
ماشینشون توی دره و نهایتا توی رودخونه سقوط میکنه و بعد از 3 روز که پیداشون میکنن همونجا دفنشون میکنن. طوری که من از اقوام شنیدم 3 تا قبر همونجا بوده که این 3 نفر رو که دفن میکنن و بعد از اینکه محمد رضا شاه بازدید خودش در اون منطقه داشته انجام میداده، خب خبر اینها رو که شنیده بوده، برای ادای احترام حتی میگن تا جلوی قبر ایشون هم رفته و اونجا ادای احترام کرده و به اون منطقه هم سرکشی کرده. این قبر تقریبا تا همون فکر کنم اول انقلاب هم اونجا بوده و بعدها مثل اینکه اونجا جاده پهن شده و نمیدونم چی شده، کلا همه چی از بین رفته و دیگه اثری از قبر پدر بزرگ من در اون منطقه دیگه نیست. در اندیمشک، شهر اندیمشک بوده، جایی که بنده میدونم. بزرگ دیگر بنده جناب فریدون خان نیکفهم توچایی. توچایی یک روستای نزدیک شهرستان لشت‌نشا در گیلان از توابع رشت که من مادری لشت‌نشایی هستم. خدمتش به پهلوی رو تا آخر عمر و وفادار بوده. دهه 20 بخشدار لشت‌نشا بود. در دهه 30 شمسی شهردار شهرهای مختلفی مثل منجیل، لوشان، رودبار، رضوانشهر و در 35 هم شهر بوده. 40 سمت‌هایی مثل فرمانداری رشت و اواخر هم در استانداری، معاونت استانداری و صاحب منصب عالی رتبه وزارت کشور بودن. ایشون خدمت کردن. فقدان این مرد با اخلاق همیشه من آزار میده. بسیار پاک دست و قانونی و وفادار بود. همیشه دائمی رأی نمیده. بچه جان، مهدی خان، شناسنامه خودم رو اگه بخوام بهت نشون بدم، ببین شناسنامه منه، قسمت انتخاباتشه. یک دونه رأی هم ندادم. از سال 69 واجد شرایط رأی هستم. شناسنامه همسرم هم بخوام بهت نشون بدم، همسن هستیم، رأی نداده. شناسنامه بچهای من که به هر حال دیگه اینجا بزرگ شدن. ما رأی نمیدیم. خاندان ما رأی نداده. شناسنامه بابات رو کن ببینم. شناسنامه مادرت رو کن ببینم. نفر بعدی که میخوام بهت معرفی بکنم، دائمی با افتخار جناب فریدون خان دائمی هستش، پسرم. تو ایران خب گفتارهای مختلف من میگفتم و نریشن فیلم ها فرق نمیکرد، فیلم کمدی باشه یا جنگی باشه یا عشقی باشه. همونطور که میگفتم اکنون یک مرد خشن و بی تفاوت به سوی حادثه بزرگ پیش میرود. بعد یه فیلم هم میومد که در واقع کمدی بود، میگفتیم حالا 2 تا هنرپیشه بزرگ سینما یعنی جیمز دین و جان وودوارد با هم تو یک فیلم شرکت کردن که بیا و ببین. و از اون طرف هم دین مارتین و فرانک سیناترا میخواستن خودشون رو نشون بدن. با درود به شما، من فریدون دائمی هستم. پدرم، همبازی پدرم از زمان تولد که ایشون رو اکثرا میشناسن، مدیر دوبلاژ تلویزیون ملی ایران بودن در دهه 30، در دوران طلایی دوبله ایران. خیلی از این دوبلرهای بزرگی که چه اونایی که زنده هستن چه اونایی که روانشون شاد باشه، مثل زند، مثل خیلی های دیگه، مثل آقای طهماسب و بزرگای دوبله، همه شاگردان ایشون بودن. زیباییشون هنوز با صداشون هنوز هم پخش میشه. دوستان نزدیک دربار و آقای قطبی بودن و شهبانو بودن که در زمان انقلاب متاسفانه از ایران مجبور شدن که برن. قبل رفتنشون من یادم هست که برای خداحافظی به منزل پدر بزرگم اومده بودن و برجسته نازنین از دوستان خیلی خوبیشون بودند. مرتضی برجسته هم جزو وطن پرستان و پادشاه خانه نمونه هستند، مثل ستار، مثل شاهرخ عزیز. و بیژن کیان عزیز از دوستان نزدیک ایشون بودند. شاهزاده رضا پهلوی بسیار نزدیک بودن به شاهزاده، چون از زمان قبل از تولد شاهزاده ایشون به دربار رفت آمد داشتن و شاهزاده بسیار دوستشون داشت. و کارو، این شاعر
ارسط برادر ویگن دردریان از دوستانشون بودند. جناب رضای فاضلی عزیز زنین خودم که همیشه به من میگفت که سعی کن برنامه بسازی و راه ما رو ادامه بدی بعد از ما، که من مدت‌ها خب نتونسته بودیم ما این کارها رو انجام بدیم. که از دلایلی که الان این کار رو میکنم اینه که به توصیه ایشون دارم عمل میکنم. باد رضای فاضلی کسی که برای من کتاب میفرستاد سالهای دهه 70 و 80 به اربیل و سلیمانیه عراق و آقایی به نام شیرچی برام این کتاب ها رو می آورد، بانه و اشنویه. ما تحویل می گرفتیم با 1000 بدبختی و مکافات این کتاب ها رو می بردیم و تکثیر می کردیم. با زنده یاد محسن امیر اصلانی نازنین، زمانی که اینترنت وجود نداشت فقط کتاب بود و کتاب های ممنوعه‌ای که حکم اعدام داشتن اون زمان. الان شما نگاه نکنید با یه دونه دکمه هزاران کتاب رو میتونید دانلود کنید، اون زمان باید کتاب رو میخریدید و این کتاب ها در ایران چاپ نمیشد و اگر هم یه نسخه میومد چاپش بسیار سخت بود با دستگاه اسنسیل با 1000 مکافات. من یادم در زرنگار میشستم همه اینا رو دوباره حروف چینی میکردم و با پرینترهای لیزری اون زمان صفحه به صفحه میوردیم و بعد صحافی میکردیم. چه گرفتاری هایی کشیدیم ما مبارزمون اینجوری کردیم. مبارزه نستوه اینه عزیز جان، نه تو خونه توی کایسری بغل شوفاژ بشینی و مثل مسیح النجات چارت فیلم بفرستی این ور اون ور، چارت تبلیغ بکنی، چارت نمیدونم فلان کنی، بعد بگی به من پول بدید، شماره همیاری بذاری، پیپل بذاری. نه داداش، از این چیزا مبارزه در نمیاد. مبارزه تنبتن و خطرناک با رژیم بود اون زمان. مبارزه با اسلام بود، زمانی که همه اسلامی دو آتیشه بودن. مبارزه نستوه بود. نه اینکه مهدی میرقادری در ترکیه بشینه توی خونه جرئت نکنه پرچم شیر خورشید رو در بیاره و توی ترکیه. من در آوردم با پیراهن عکس پادشاهان پهلوی توی ماراتون ترکیه 3 بار شرکت کردم. تنها ایرانی که جرأت این کار رو کرد من بودم. مهدی جان، این فقط 5% بود که خدمت جناب عالی عرض کردم. فقط به خاطر مزخرفاتی که راجع به بنده گفتی، با اینکه اسم من رو نیاوردی، عکس من نشون ندادی، اومدم اینجا که اعلام حضور بکنم که تو یک دروغگو هستی. فقط برای اثبات دروغگویی تو. شالاتان و حقوق بازی که 10% فالوورت میسوزی چون 90%ش که فیکن. این اکانت فیک هم خودت درست کردی. اینکه شما آبروی شاهزاده رو میبری، بچه تو فقط دنبال پولی کار نکردن. اینم در آخر بهت بگم، یادم ازت پرسیدم که مهدی ایمیل بزن یه ذره شلوغ بکن تو یه کشور بهت بدن، تو خودت هنوز کشور نداری. کجا برم؟ ترکیه دلار شده 30 لیر، الان شده 43 لیر، اون زمان 30 لیر بود، 50 لیر. آمریکا برم، اروپا برم، 50 دلار واسه من بفرسته، پول ساندویچ منم نمیشه، ولی این 500 دلار ببخشید 500 نصف ماه منه. یادته؟ پول اونور من ساندویچم نمیدن. آینده تمام پول‌هایی که اومده به حسابت رو خود دولت ترکیه به دولت جدید ایران تحویل میده، حساب‌های بانکی تو. چرخش پول‌هایی که برای تو اومده از کجا اومده، از طریق چه اشخاصی اومده. الان اینقدر مهم نیستی کسی بخواد اینا رو بررسی کنه، ولی بعدها که بخوای پاتو بذاری توی سیاست، بخوای ادای سیاسی‌ها رو در بیاری، بخوای در آینده ایران دخالتی در امور حقوقی و قضایی بکنی در ایران، تو نمیدیم. سرم اونجا بالا میگیرم. تا حالا 1 دلار هم از هیچ جایی به حساب بنده نیومده. از هیچ کس هم هیچ پولی نگرفتم. برای 1-2 تا شبکه‌ام اگر کاری کردم همش رایگان بوده. هیچ کس نمیتونه هیچ ثابت بکنه که بنده پول گرفتم. بنده تو ترکیه دارم کار میکنم. از این پولا بخورم خل نبودم تو هوای 15 درجه یا 30 درجه بلندشم برم سر کار. هدفم شما دهنت آب بکش راجع به بنده و خانواده من تهمت بزن. که سال 80 9 بهمن ماه رفته زندان شماره 2 اطلاعات. در سال 82 4 آذر ماه رفته زندان لاکان رشت. در سال 84 در خیابان شاپور تهران دستگیر شده. 24 شهریور رفته زندان اوین. بعد از اونجا انتقالش دادن به بند قرنطینه زندان قزلحصار. با محسن امیر اصلانی کار کتاب ممنوعه کرده. با این آدم شوخی نکن. کسی که سال 93 17 سال حبس داره، کسی که سایت عدالت علی پروندهش بالا میاد، شوخی نکن. میخوای چیزی رو نشون بدی، مستند نشون بده. جوری
یه چیزی یادم رفت نشون بدم. این کتاب جغرافیای گردشگری، این کتاب سال 91 اسم بنده اینجاست، همسرم هم هست. هم بیشتر چاپ نشد، اسپانسرش هم پارس خزر بود. جلوی چاپش رو فقط به خاطر اینکه تحقیق کرده بودن راجع به بنده، سابقه بنده رو در آورده بودن، جلوی این کتاب گرفته، جلوی مجله گرفته شد که قرار بود در مورد کل استان‌ها تحقیقاتی بودش. بگی که قبل از خروج از ایران این چه مبارزه نستوحی بودی، تخم دو زرده‌ای کردی. همین برنامه، ایده برنامه سیاسی که کار سیاسی رو، این که من به شما گفته بودم سال 95 تو فیسبوک شروع کردی. شما لپتاپت یادت دزد برده بود وقتی تو پانسیون زندگی میکردی، هنوز با این خانم ازدواج نکرده بودی. برنامه ساختی، گفتی حالا نمیتونم برگردم ایران. به تو یه قبولی دادم ولی کشور بهت هنوز ندادن. سابقه سیاسی خودم و خاندانم از زمان قاجار تا الان مشخصه. ذره تو همون اتاق تنها بشین و به اشتباهاتت یه ذره فکر کن. هم یه ذره گاهی سر بزن. تنها گذاشتیست. پیام داده به من که خیلی مریضه و حالش بده. رفتی همه چی رو انداختی گردن من. این بدبختی بیچاره تنش لرزوندی. دیده خیلیش هم رفته پاک کرده. ببین جان من، خر کوتاه کردی اسب شد آیا مگر. جان من، ذاتی است بعضی ویژگی های بشر. تو ذاتت خرابه مهدی، ذاتت خرابه. اگر خیاطی که گشنه بوده، ببین پسر جان، این تاریخ چیزو نگاه کن، شرکت مهندسی من رو نگاه کن، اساسنامه های شرکت مهندسی من رو شما ببین، بعد بیا راجع به بنده حرف بزن، بگو یه کارگری بودی که از گشنگی داشته میمرده. من اینجا تو خیلی کوچیک‌تر از اونها هستی که بخوای منو تخریب بکنی. 13 من کوچیک‌تره. میگم اون زمانی که با دمپای ابری داشتیم میرفتیم نوای نون بخری، ما داشتیم کار سیاسی میکردیم، ما تو زندان اوین خوابیده بودیم. من از سال 72 73 افتادم توی کار سیاست و تا امروز هم ادامه داشته. بنده دنبال این که خودم رو بخوام به کسی نشون بدم و تبلیغات کنم و حرف بزنم نبودم. کار بنده پشت پرده است، کار بنده چیز دیگه است. ما نه افشاگر هستیم اینجا، نه اینکه اینجا اومدیم دعوا بگیریم با کسی. داده هزاران هزار همین الان کارمند داره، کسایی که کارهای اجرایی دارن دربارش انجام میدن، باهاش همکاری میکنن. شما قرار نیست همه اونها رو بشناسید. شما کسایی هستید که پشت سر امیرحسین اعتمادی میاد میرید حرف میزنید، پشت سر خیلی های دیگه که با شاهزاده همکاری میکنن میاد میرید حرف میزنید، تخریبشون میکنید. یعنی شاهزاده بعد از 47 سال کار سیاسی، بعد از 65 سال سن، هنوز نمیدونه چه کسی رو بایستی بیاره دور و بر خودش نگه داره. شما میدونی؟ واردی؟ نه جانم، این کار آخرابت نداره. من به کار خودتون برسید و بنده هم شما باید پاسخگو باشی. مهدی امیرقادری، شما آدم سیاسی نیستی، شما یه بلاگری و بیشتر هم یه آخوندی. ببین یه آخوند کار نمیکنه، شما هم کار نمیکنی. یه آخوند توی خونه از صبح تا شب نشسته، باز حداقل مسجد میره یه نمازی میخونه، یه دو تا کار انجام میده، یه معلم دینی قرآنی میشه. شما همون هم نیستی، شما تو خونه نشستی کار نمیکنی. آخونده که میشینه به همه فوش میده، تو هم میشینی به همه فوش میدی، با همه درگیری، نگاه از بالا به پایین با همه داری، یه جوری میشینی یه جوری صحبت میکنی انگار کی هستی. پدر جان، تو هم یه پناهنده ای، تو هم یه بدبختی ای، تو هم یه آواره ای. تو هم اگه ایران واسه تو فرصتی داشت تو ایران میموندی. این نگاه از بالا به پایین چیه هم به همه داری؟ چرا فکر میکنی یه چیزی هستی؟ تو هم هیچ چی نیستی. عین آخوند میشینی فقط نطق میکنی، مثل آخوند ترسویی از تو سوراخ موشت بیرون نمیای، جرأت شرکت تو چارت کمپین رو نداری. چه فرقی با آخوند میکنی تو؟ هر روزم رنگ عوض میکنی، یه روز این وری یه روز اون وری. این ور میای توهین میکنی، اون ور میای معذرت خواهی میکنی. معذرت خواهی یعنی چی؟ طرفداران شاهزاده رضا پهلوی دشمن هستن، هی از این طریق میخوان یک فتنه‌ای بندازن وسط و هی میگن آقا این توییت مهدی میرقادری رو نگاه کنید و میپرسن خیلی‌ها تعجب، این توییت رو شما نوشتید؟ بله، من انسان راستگوییم، همیشه هم بودم.
این توییت متعلق به من هست، من نوشتم و قبول دارم که ادبیاتش نامناسب هست. یه جایی آدم عصبانی هست، یه جایی آدم تحت فشار هست، یه دونه حرف اشتباه میزنه، یه دونه به قولی ادبیات نامناسب هم به کار میبره. من یه عمر دارم تلاش میکنم که مبادا پامو چپ بذارم که تمام این همه زحمتی که کشیدم برباد بره. اگه خواستیم مثل تو زندگی بکنیم که راحت بودیم که. ببین بلاگر فقط دنبال فالووره، دنبال دیده شدنه، دنبال جذب مخاطبه، دنبال این هستش که از این را یه پولی در بیاره و سر کار نره. همین تموم شد. چرا بعضیا فکر میکنن هر کی بیاد جاوید شاه بگه جلو دوربین بشینه یا 4 تا کل کراوات بزنه این مبارزه؟ نه، مبارزه رو تو سابقه وایسیدید. سابقه ما زندگیمون رو روی این کار گذاشتیم. شما که زندگیتو گذاشتی بیا ثابت کن که زندگیتو گذاشتی. هیچی نذاشتی، چون فقط اومدی اینجا پول در آوردی. امیدوارم که بتونی جوابگوی حرفایی رو که زدی باشی. باید بتونی جوابگوی حرفایی که زدی رو باشی. من تو رو پاسخگو میکنم. بدرود و پاینده ایران.